سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال بلاگشای خوش اومدید. من شایانم. ویدیو امروز حقیقتش در مورد یه موضوع جدیه، یه موضوع خیلی مهم و موضوعی که ممکنه آینده مالی تو رو عوض کنه. موضوع ویدیو چیه؟ موضوع ویدیو انتخاب پروژه خوبه. ما چطور میتونیم پروژه خوب رو شناسایی کنیم و اون پروژه رو انتخاب کنیم. به این فکر کن، اگه سال 2021 توی اون بولران 2021 توکن سولانا رو میشناختی و روی قیمت‌های پایین خرید میکردی، الان چقدر پول داشتی؟ یا نه انتهای اون بولران چقدر پول داشتی؟ اگه جم کوین های دیگه‌ای که توی اون بازه زمانی بودن و رشد خیلی خوبی دادن رو میتونستی بشناسی و شناسایی میکردی، اون موقع چقدر سود میکردی؟ خب من اینجا میخوام معیارهایی رو براتون مشخص کنم که خودتون متوجه بشین که یک پروژه خوب چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه. اولین چیزی که در مورد یک پروژه باید چک کنی اینه که این پروژه چی کار میکنه، کار خاصی میکنه، مشکلی تو دنیای واقعی حل میکنه، به درد آدما میخوره. خلاصه مطلب اینه، به درد کسی میخوره. مثلا پروژه دیفای برای وامدهی خوبه، مثلا گیمینگ، مثلا وب3، ای آی، امنیت بلاکچین رو تضمین میکنه، امنیت داده ها رو تضمین میکنه. اگه فقط میمه، فقط روی هایپی یه توکنی اومده و حالا لانچ شده و شاید 300-400% هم رشد کرده و ترغیب میشی بخریش، یه ذره با معیارهای بعدی که میگم حتما بررسیش کن که البته ممکنه نمره قبولی رو تو اونا نگیره و ممکنه که بادکنکی باشه که زود میترکه. قدم دوم چیه بچه ها؟ قدم دوم تیم پروژه است. ببینید من میام اینجا از روی سایت کوین مارکت کپ یه توکن رو انتخاب میکنم، همینجوری از بین توکن های اول چین لینک رو میزنیم. تیم پروژه مثل قلب پروژه میمونه. اگه تیم قوی نباشه پروژه از کار میفته. شما باید چک کنی ببینی پشت این پروژه چه کسایی هستن، تیم این پروژه چه کسایی هستن، سابقه شون چیه. میتونی بری لینکدینشون رو چک کنی، لینکدین اعضای پروژه رو چک کنی. و در مورد سایت کوین مارکت کپ هم میخوام یه پارانتز واسهتون باز کنم. بچه ها شمایی که توی کریپتو فعالین، ترید میکنین، هولد میکنین، به خصوص کوین مارکت کپ دوست خوب شماست. ببینید ما اینجا این صفحه رو، این بخش کوین مارکت کپ رو وقتی میایم پایین روش کلیک میکنی، میزنی اسکرول میکنی پایین، هم وبسایت پروژه رو به تو نشون میده، هم وایت پیپر پروژه رو به تو نشون میده. تو میتونی مشخصات تیمش رو از رو وبسایت پروژه ببینی. البته اطلاعات دیگه هم کوین مارکت کپ بهت میده، توییتر پروژه، ردیت پروژه، گیت هاب، فیسبوک، تلگرام، میتونی اینا رو هم چک کنی. یه پروفیت اسکور هم داریم. پروفیت اسکور واسه شفافیته که بعداً توضیح میدم اینو برای چی گذاشتیم. خب ما گفتیم تیم پروژه مهمن و اطلاعاتشون رو میتونیم از وبسایت پیدا کنیم. اگه حالشو نداری، اگه نمیخوای حتی وبسایت هم چک کنی، یه چیز خیلی ساده بهت میگم و این کارو که دیگه میتونی انجام بدی. ببین برو توی هوش مصنوعی های رایج معمول مثل گروک، مثل چت جی پی تی، بپرس پروژه X، هر پروژه X تیمشون چه کسانی هستن، اعضای اصلی تیمشون رو واسم بنویس و اون توی 1 دقیقه 2 دقیقه هر چقدر طول میکشه واسه تو در میاره کل اعضای مهم پروژه رو و از اینجا میتونی در مورد تیم تحقیق کنی و خیالت هم راحت بشه. اگه حوصله نداری که بیا وبسایت یا وایت پیپرش رو بخون، که توصیه میکنم این کارا رو انجام بدی در مورد هر پروژه‌ای که میخوای روش سرمایه گذاری کنی، چون پول خودته و باید بر پولت ارزش قائل باشی. مسئله سومی که وجود داره، قدم سومی که باید توش واسه بررسی کردن توکن جدید واردش بشیم، توکنومیکس پروژه است. بچه ها توکنومیکس یعنی چی؟ یعنی تعداد کل توکن ها، توتال سوپلای، و مکس سوپلای یعنی حد اکثر توکن ها. یعنی اینکه آیا قراره توکن جدیدی مینت بشه، مینت شدن یعنی ساخته شدن، توکن جدیدی قراره ساخته بشه یا نه. اگه این تعداد مشخص شده و محدود باشه و اگر حتی یه پارانتز دیگه هم باز میکنم، مکانیزم بای بک یا برنینگی روی پروژه وجود داشته باشه، توی بررسی پروژه ها معمولا اشاره میکنم به این موضوع.
این نشون میده که احتمالاً پروژه بسیار خوبیه. ببینید مثلا پروژه چینی توتال سوپلایش یعنی تعداد کل توکن‌هاش و حد اکثر توکن‌هاش مشخصه و این دیگه قرار نیست توکن جدیدی ضرب کنه، مینت کنه و این به این معنیه که تعداد توکن‌ها محدود خواهد موند و تقاضا بالا میره و قیمتش میتونه بالاتر بره و از طرفی تو توی وایت پیپر میتونی به این اطلاعات دسترسی داشته باشی. وایت پیپر پروژه معمولا این اطلاعات رو مینویسه. وایت پیپر رو یه کلیک بکن، یه باز بکن، اینجا چک میکنی که داستان توکنومیکس پروژه از چه قراره. قدم چهارمی که وجود داره امنیت پروژه است. اگه کد یک پروژه باگ داشته باشه اون پروژه راحت میتونه توی فضای کریپتو هک بشه متاسفانه. اینجا ستریک وارد میشه. اینجا میتونی از ابزار ستریک استفاده کنی. ببینید ستریک این سایتیه که الان براتون بالا آوردم، ستریک.com آدرسشه. ستریک چی کار میکنه؟ ستریک یه شرکت باحاله که کد پروژه ها رو مثل یک کاراگاه چک میکنه براتون. چطوری چک میکنه؟ با استفاده از متخصصانی که توی این وبسایت دارن باشون کار میکنن و استفاده از ابزار AI البته کد توکن رو خط به خط بررسی میکنه و از این موضوع مطمئن میشه که توکن احتمال هک پایینی داره و قرار نیست هک بشه. گزارشی هم که میدن عمومیه، شما میای از این بخش اسکاینت ریتینگش میزنی میری توی صفحه جدید که یه دنیایی از توکن ها توی اینجا وجود داره. پروژه‌ای که نکته کلیدی که میخوام در مورد ستریک بهتون یاد بدم اینه بچه‌ها، پروژه‌ای که امتیاز بالای 70 داشته باشه توی سایت ستریک یعنی کدنویسیش، یعنی باگش کمه، باگی وجود نداره، کدنویسیش ضعیف نیست، قویه، پروژه خوبیه، امنیت خوبی داره. از نظر امنیتی پروژه خوبیه. اینجوری بگیم خلاصه تر و بهتره. مثلا پروژه‌ای که ویدیوشو براتون گذاشتم ZRO رو اینجا، حالا یه پی ام اومد وسطش، ZRO رو سرچ میکنیم، لیر 0. ببینید اینجا کنارش نوشته امتیاز پروژه چقدره؟ 90 از 100. پس این پروژه این معیار ما رو تیک میزنه، یعنی که امنیت خوبی داره. پس قدم 4 ما رو تیک میزنه. قدم 5 چیه؟ قدم 5 پارتنرهای بزرگی هستن که با پروژه همکاری میکنن. مثلا اگه گوگل یا مایکروسافت یا اینویدیا یا پیپل یا چه میدونم شرکت های بزرگ دیگه مثل متا پشت پروژه باشن، این نشون میده که پروژه جدیه. برای اینکه اینو چک کنی چی کار میکنی؟ میری رو وبسایت پروژه، اینجا روی چین لینک بهت نشون دادم، میری روی وبسایت پروژه، روی بخش وبسایت پروژه کلیک میکنی و اینجا متوجه میشی از بخش پارتنر تب پارتنر داره. تب پارتنرش رو چک میکنی. از طرف دیگه طبق چیزی که بهتون یاد دادم میتونید روی هوش مصنوعی سرچ کنید و در مورد پارتنرهای بزرگ پروژه‌ای که میخوای روش سرمایه گذاری کنی هم ازش بپرسی. یه چیز باحال دیگه که اینجا وجود داره بایننس آلفاست بچه‌ها. بایننس آلفا چیز باحالیه. مثلا روی پروژه SXT که بهتون معرفی کردم، اسپیس اند تایم، تب بایننس آلفا، تگ بایننس آلفا توی بخش تگ‌هاش وجود داشت. بایننس آلفا چیه؟ بایننس آلفا یه بخشیه توی والت بایننس، توی بایننس والت، که پروژه های جدید و با کیفیتی که روی وب 3 هستن رو بهتون نشون میده. بایننس آلفا دقیقا مثل یه ویترین میمونه که قبل لیست شدن توی بایننس پروژه ها اونجا به نمایش در میان. شما میتونید بری از بخش بایننس والت جم کوین های جدید رو پیدا کنید. ببینید توکن SXT روی بایننس آلفا بوده، بایننس آلفا ایردراپس، تگ بایننس آلفا رو خورده و بعدش اتفاق براش افتاده، بعدش اومده و روی بایننس لیست شده. قدم 6 چی هست؟ قدم 6 سرمایه گذارها یا ویسی های بزرگی هستن که پول روی یک توکن میذارن. اینها شرکت های خطرپذیری هستن که پولشون رو وارد دارایی های ریسکی مثل کریپتو میکنن. بایننس لبز یکی از اونهاست. ویسی های بزرگ زیادی وجود داره مثل آنیموکا، مثل کوین بیس ویسی، مثل اندرسون هارویتز. ویسی های بزرگی وجود دارن که شما میتونید از بخش تک های این پروژه
یا حتی با استفاده از هوش مصنوعی برید بپرسید که آقا چه ویسی روی این پروژه سرمایه گذاری کرده، اطلاعات ویسی ها رو به صورت یه جدول برام بنویس، زیر 2 دقیقه برات میاره. بخش مهم دیگه و بخش آخری که میخوام در موردش حرف بزنم تورم و آزادسازی توکن هاست. اگر توکن جدید زیادی، اگه پروژه‌ای که تو خریدی توکن زیادی رو یهو آزاد کنه، قیمت توکن میریزه. بچه‌ها ببینید، من اینجا آربیتروم رو سرچ میکنم براتون. ARB که یک پروژه‌ایه که شاید خیلی هاتون اگه توی کریپتو فعالین بشناسین. ARB توکن خوبی هم هست، ولی یه مسئله توی آزادسازی توکن‌هاش منو به شخص اذیت کرد. ARB 10 میلیارد توکن داره، مکسش که مشخص نیست که اینجا یه امتیاز منفی از ما میگیره و تعداد توکن در گردشش 5.4 میلیارد. خب ما از اینجا میایم روی سایت کریپتوپکتیو، سایتی که بهتون کلی در موردش حرف زدم و یاد دادم، توی ویدیوهای بررسی هم ازش استفاده میکنیم. اینجا میزنیم ARB رو، میخوام تعداد توکن های در گردش رو در طول زمان ببینید که چطور توکن آزادسازی کرده و این تو روی تورمش چه تأثیری گذاشته. ببین بچه‌ها، ARB تورم 323% داره. حالا این تورم نرمال محسوب میشه. یه توکن دیگر هم میارم مثال میزنم براتون. تعداد توکن های در گردش رو که میبینیم، ببینید اینجا توی این بخش توی ماه دوم سال 2024 ARB 1 میلیارد و 270 میلیون توکن داشته. در عرض یک ماه و نیم این تعداد رو به 2 میلیارد و 640 میلیون توکن رسونده. یعنی چی؟ یعنی توکن هاشو 2.5 برابر کرده و دوباره افزایش، دوباره پله‌ای افزایش و هیچ مکانیزم بایبکی فعلا روی این پروژه وجود نداره. این تورم پروژه رو میبره بالا و پولی که نیازه تا این توکن قیمت بالایی ببینه رو میبره بالا و در نتیجه ممکنه که رشد کمتری بکنه. شما باید متوجه بشین که توکن آنلاک، برنامه توکن آنلاک پروژه چطوریه. خب یعنی اگه در این مورد اطلاعات نداشته باشید ممکنه که قیمت توکنی که میخرید بریزه. بچه‌ها وستینگ توکن ها تو چه وضعیه؟ وستینگ یعنی این که توکن های تیم پروژه کی آزاد میشه، چون اگه زود آزاد بشه و اونها توکن های خودشون رو بفروشن ممکنه قیمت بریزه. برای اینکه اینها رو چک کنیم میتونیم بیاین از سایت کوین مارکت کپ، بخش توکن آنلاکس، داده های توکنی، داده های آنلاک شدن یا میزان چقدر آنلاک قراره بشه، چه مقدارش لاکه. ببین اینجا نشون میده مثلا 19% آربیتروم لاک هست و آنلاک هایی که وجود داره، برنامه آنلاک ها هم اینجا نشون میده. فعلا برنامه اینجا روی کوین مارکت کپ وجود نداره. سایت دیگه ای که برای این موضوع وجود داره سایت tokenomist.ai هستش. شما میای روی این سایت ثبت نام میکنی، اینجا توکن خودتو سرچ میکنیم. ما مثلا سرچ میکنیم ZRO، چون ویدیوشو براتون گذاشتم، اینو سرچ میکنیم، ZRO رو میاریم. اینجا برنامه آزادسازی رو برایتون مینویسه که چه مقدار از توکن ها برای چه بخشی آزاد قراره بشه. ببینید این توکن ZRO قیمت فعلیشو نوشته، عرضه در گردش رو اینجا براتون نوشته، تعداد توکن ها که در گردش هستن و بعد میایم پایین نوشته که چه مقدارش قفله، چه مقدارش قرار آزاد بشه و چه مقدارش آزاد هستش، چه مقدار قرارش در آینده آزاد بشه. 10 روز و 1 ساعت و 24 دقیقه و 17 ثانیه دیگه این پروژه قرار آزادسازی توکن داشته باشه. توی این بخش هم اگه بیاین می نویسه دقیقاً که چه مقداری قراره واسه چه بخشی آنلاک بشه. ببینید مثلا 13.4 میلیون توکن زدارو قرار برای پارتنرهای استراتژیکش آزاد بشه، 10.6 میلیون برای هسته اصلی شرکت کنندگان توی این پروژه قرار آزاد بشه. و این قضیه روی هر توکنی که سرچ کنید روی این سایت میتونید چکش کنید. توکن دیگه که میخواستم بهتون نشون بدم و به نظرم میتونه مثال خوبی واسه بخش آزادسازی توکن باشه، توکن VLD هستش.
WLD رو سرچ میکنیم، ورلد کوین 43 کوین مارکت کپ 2 میلیارد و تقریبا 700 میلیون اگه اشتباه نکنم مارکت کپشه. بذاریم بیارم. اوکی 2 میلیارد و 700 میلیون مارکت کپ داره. باز مکس این تو که مشخص نیست، توتال مشخصه 10 میلیارد. 2 میلیارد و 180 میلیون عرضه در گردش. ما میخوایم بریم ببینیم VLD روی سایت کریپتوپکتیو خواهیم رفت، میخوایم ببینیم VLD چه مقدار تورم داره و چه جوری آزادسازی انجام بده. WLD رو میزنیم، میاریم ورلد کوین رو، توکن خوبیه، تیم خوبی داره، ولی اینجا برای ما توکنومیکسش هم مهمه. میام اینجا تورمش رو نگاه میکنیم، میبینیم 1370% تورم داره بچه. یعنی اگه مارکت کپی که روش ATH داشتی، یعنی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رو بخوره، به جای این قیمتش به 11 دلار 70 سنت که روی این مارکت کپ بوده برسه، به چه قیمتی میرسه؟ به 1 دلار و 70 سنت. این تورم این توکنه و نمودار آزادسازیشو میخوام ببینید و متوجه این موضوع بشید. ببینید از 2023 12 یعنی آخرین ماه 2023 از دسامبر 2023 آزادسازی هایی که انجام داده همین جوری رو به افزایش بوده. یعنی هر ماه چند بار آزادسازی، هر 3-4 روز یک بار آزادسازی، و نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این تورم فاجعه برای پروژه خوب. خب 7 قدم رو بهتون معرفی کردم بچه‌ها و اینکه چی کار کنید که بتونید یک پروژه خوب رو پیدا کنید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. اگه ویدیو به دردت خورد لایک کن، سابسکرایب کن برای ترفندهای بیشتر، برای اینکه توکن جدیدی رو بررسی کنیم. هر چی که میخوای توی کامنت ها بذار، توی کامنت ها حتی بنویس که توکن مورد علاقت چیه، در موردش حرف میزنیم و با هم گپ میزنیم. امیدوارم پرسود باشین و همیشه موفق باشین. خدا نگهدار.